برادران عزیز، یک بار پیش خود فکر بکنیم که الله متعال چقدر عزت به من و شما داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یا برای مؤمن بندخانه است و برای کافر جنت است. کافر عبادت نمی کنه، کافر روزه نمیگیره، کافر زکات نمیده، نماز میخوانه، در قدم نخست کلمه میخوانه، نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، حج میکنه، سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام میدهد، پیروی از الله و قرآن و احادیث میکند. ای برادران عزیز، ای پدر جان و ای مادر جانی که از طریق بلنگو صدای این بنده فقیر را شما گوش میدهید، و شما یک توصیه دارم که اون پسرانتان که در ایران است، اون پسرانتان که در آمریکا و جرمنی و اروپا و اندونزیا و هندوستان است، به اونا یک توصیه بکنید که پسرم یا دخترم یا برادرزاده‌ام یا خواهرزاده‌ام، بگویید که 5 وقت نمازت بخوان، نمازت قضا نکن. امروز جوانان از این افغانستان های خارج آنجا که میره با نماز نمیخوانه، اکثریتشان درستخوان با خمان کار ندارم. امشب یک قاری صاحب یک عکس را برای من روان کرد که این جوان افغانی، این جوان مسلمان که لباس مسلمانیت را به تن داره ولی عمل به قرآن، عمل به دین، عمل به گفتار و کردار رسول الله نمیکنه. این جوان به این برادر میگه که سلام قاری خر دور از محراب، دور از شرافت منبر و مسجد باشد. میگه علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایین. گفت من کسی هستم که نعوذ بالله سر قرآن عظیم الشان ادرار میکنم، نعوذ بالله. ببین که ای پدر جان، پسر تو که از اینجا می رود به کشورهای خارج، هشدار معنی است که از دین، از قرآن، از اسلام پاس. چرا که محبت دنیا را در این قلب جا داده است.